زندگی؟ این همین هر روزا میبینی که همین ترانسپورت آدم عصبانی میکنه. وقتی کار با دیر میبینی 5-10 دقیقه خیلی مالا نیم ساعت خیلی اینا رئیسای هم میفهمن و میکنن که همخه عصبانی میشوی که دیر میبیاد ترانسپورت میبیاد همخه آدم بسیار بعد بگه رفتن با هم خیلی عصبانی میشوی. بعد уже سحر با که میبیای همخه عصبانی همخه دیگه میرود. Неправильное поведение людей عصبانی میکنه. چگونه مثلا مردم رفتار میکنن که شما را عصبانی میکنن؟ خنک نظرانه، безответственно. Вот это عصبانی میکنه. این در کجا شما میکنید همین؟ Везде. особенно کارخانه ها ده. کارخانه‌های دولتی ده. ما هم بیکاری. ما بیکار هستیم به خاطر همین. عصبانی میشید. ما خیلی بیکار که باشی در خانه که شینی کاروبار نباشه عصبانی میشی کنیش. نه ویرون کم ترقم تیانی رو چید میکنم. دولی مایدار. همه اساسش برای این بیپولی. فقط بیپولی عصبی میکنه آدم. همه بیکاری معظم وقت کار نیست. بسیار جاها در کار نیست. یه کار نیست با اون وقت عصبانی میشه میریم مرچی. ماده عصبی نمیکنه دیگر چیز آدم یگان تئاتر میشوه یگان چیزی که در کار نیست استودنت در فوتبال میشوه داشتگیش در مایل نداشتگیش در میابیان مجبوری پول میگیرن اصلا استودنت هایی که دیگه جا آمدگی خودشون پول ندارن خیلی کمتر میشه همین چیزا عصبی میکنه